ببین خلاصه بخوام بگم یهو بلند میشی صبح میبینی پریودی. خب دیدی پسرا میگن پریود میشن یا مثلا دقیقا پی ام اسشو میشین. بیشتر از هر کس دیگه ای خیلی خصمانه به خود شلاق میزنی. گفت میدونی مثلا چیزی که تو داری آرزوی میلیون ها آدمه. کار، فعالیت، اینو باید بپذیری. اگر توی کاری خوب نیستی، اگر داری نوازندگی میکنی، قرار نیست فیلم سوپر باشه زندگیت. سلام برعکس یوتیوب، سوال اقتصادی هستم. امروز میخوام راجع به یه خورده موضوع غمناکدار صحبت کنم. دیدی بعضی موقع بالا میشی به انگلیسی میگن احساس زرد داری، برای همین امروز همه چیز زرده و با عشق هم رضا فرشته، چون ما در ویدیو سوم داریم میگیریم، ما انقدر سلام کردیم دیگه یادم رفت. بچه سلام. با من چیزی بگم، این کش فقط چیده هی اون نور پشتش و لباساش میره شیک میکنه، خوشگل میکنه. به من گفت بیا برنامه بگیریم. ما الان چند اپیزود گرفتیم، من این لباسا رو پوشیدم عین این قربتی ها. این عوضی دمپایی تو نشون بده، دمپاییش هم ست میکنه میاد میشینه. نمیدونم برای کی ست کرده، ولی این کاری که نگاه ادکلان هم زدم اگه اینجا بودی. خیلی خوبه نیست. من اینجا هر کی نگاه میکنه میگه این 3 هفته از این شلوارم هم تنش این شکل نشسته. ما گیره این افتادیم، اینقدر ست کرده، من نورم با خودش ست میکنه. این چی کار باید بکنیم؟ دفعه بود به هر حال خیلی خوشحالیم که اینجایی میشون. خب آقا رضا، من سوالم اینه، بعضی موقع بلند میشی، مهمی تو چه موقعی از زندگی هستی. من فکر میکردم مثلا فقط وقتی که آدم وقتی داره اولای زندگیش این اتفاق میفته، ولی بعضی موقع یهو ببین خلاصه بخوام بگم یهو بلند میشی صبح میبینی پریودی. خب دیدی پسرا میگن پریود میشن یا مثلا دقیقا پی ام اسشو میشین، این همچین حالتیه. بعد مثلا بلند میشی یهو خسته ای. مثلا من الان هرکی خیلی به من یه داستانش، یه پسر اومد خونم چند روز پیش که فنمه، بعد گفت چرا یوتیوب ویدیوهات کم شده؟ گفتم آره مثلا چیز نمی‌کنم. گفت میدونی مثلا چیزی که تو داری آرزوی میلیون ها آدمه، چطوری میتونی داشته باشی یه دفعه که 47,000 نفر اومدن توی گو نگاه کردن، گفتن اوکی ما میخوایم این آدمو ببینیمش، اساسی بهش داشته باشیم، اگه یه چیزی روش کلیک کردن. این چه آنریه تو داری، چه جوری میتونی مثلا اینو بیخیال بشی؟ بعد اینم خیلی منو برد تو فکر، چون گفتم من آدم احمقی نیستم، آدم ناشکری هم نیستم، پس چرا این اتفاق داره میفته؟ بعد دیدم بعضی موقع یهو خسته میشی، یهو گیواب میکنی. یا مثلا میگم مثلا من این برنامه 67 که درست میکنم خیلی برام مهمه، به خاطر اینکه اگه آدم‌ها اینو نگاه کنن هر هفته میتونن همه ایرانی‌ها پولدار بشن، ولی میبینم که نگاه نمیکنن. تنها ویدیویی که میسازم داره میاد پایین، تو د پوینت که میخوام از کانال ببرمش شروع کنم، کانال جدا بزنم، چون اکثر آدما اینجوری نیستن. میگن دوست داریم پولدار باشیم، میگن برامون مهمه آیندهمون، ولی واقعا نمیفهمنش و این چیز آدمو سرد میکنه. خب من مثلا الان 3 هفته از 67 ضرب نکردم، بعد من تو چه سیچویشن دیدم 67 ضرب میکنم؟ یه پسر جوون با نیروی انرژی مشتی تو جمع هست، آدم میاره، دیسکورد درست میکنه، نمیدونم چیزی که من دیگه بلد نیستم و را میندازه، حواسش هست قشنگ. مثلا چقدر من خوش میشم که اینو داشته باشم. بعد از اون یه دونه آدمی که دکترا داره واسه گوگل کار میکنه، یعنی دیگه ته خط اون میشینه حرفای منو بعد من یه چیزی میگم، بعد حرفمو انالایز میکنه، خودم جر میخورم از انالایز اون، یعنی تازه میفهمم داشتم چی میگفتم، برای همین مردم میگن اوه، یعنی خودم نمیفهمم دارم چی میگم. تو این لول انقدر باهوشه اون هادی. و مثلا یهو سرد میشی دیگه، میگم خب آقا من وقت هادیو تلف میکنم، دارم این جوونو میارم وقتشو تلف میکنم، خودم میشینم، خب مردم نمیخوان دیگه. یهو سرد میشی، ولی میدونی کارت درسته، میدونی که تو باید میلیونی ویو بخوره ولی داره 5,000 تا میخوره. بعد یهو سرد میشی، میخوای ول کنی. یا مثلا یه مثال دیگه خودت تو میتونم بزنم که تو یکی از سخت‌ترین کارهایی که من تا زندگیم دیدم کردی که بیا یه یوتیوب درست بکنی، برسونی به اون همه نزدیک 100,000. بعد وقتی که من داشتم اینو میدیدم خودم 50,000 تا نداشتم، خودم هیچی نبودم، 10,000 تا بودم، 5,000 تا بودم. برای همین کار تو خیلی برام گنده ترم بود اون موقع، شاید الان نمیتونم درست بیان کنم.
بعد تو این اکانتت به مشکلی بخوره، تازه اونم چه مشکل بدی، یعنی خب من داستانشو میدونم، بعد یه دونه دوم درست بکنی اونم یه چیزی بشه، من امکان نداشت شخصا سومو درست کنم. یعنی من اونجاست که دیگه زردم، من میزنم کنار دیگه، میگم آقا مال ما نیست این بازی. ولی تو رفتی 3 هم درست کردی، 3 هم به مشکل خود 4 هم درست کردی، اصلا انگار نه انگار 3 هم برگردون تو بازی، الان به خاطر اینکه با فولد نکردی دبل شدی. آره خب این خیلی درسته. بونسه. من ولی میخوام بدونم چه جوری آدما نباید وایسن، چون من میدونم خیلی آدما بعضی موقع خسته شدن، حالا رابطه است، کار، تحصیل، موقعیت زندگی، جات. یارو مثلا اومده کانادا 10 سال آرزوش اینه که مثلا یه رابطه داشته باشه، مثلا به توی رابطه خانواده تشکیل بده، یا مثلا یه خونه خوش داشته باشه که مثلا بتونه اگه دلش میخواد دیوارشو سبز کنه، نه باید به کسی سوال بپرسه یا بگی غلط کردی دست بزنید دهنتو سرویس میکنه. و نمیرسه به این. چجوری باید بری جلو؟ میخوام به عنوان دوست دارم ازت سوال میپرسم، خودم الان ناراحتم. آره نه من یه توضیح اول بدم در مورد چیزی که گفتی که ناراحتی و اینا. ببین اگه مثلا به رولینگ استون و اینترویوهاشو ببینی یا آدمایی که کار هیت کردن، مثلا بیشتر توی برای اینکه خیلی زیادن تو صنعت موسیقی بگم، همشون میگن ما باورمون نمیشد، فکرش هم نمیکردیم این ترکمون اینقدر بگیره. یعنی این نشون میده که اون آرتیست با اون زحمتی که داره میکشه، اون هزینه‌ای که داره میکنه، اون کاری که داره میکنه، اصلا حتی پلنی نداشته واسه اینکه اوکی من این ترک رو میدم و این ترک میگیره و میتونم در لول گرید A جهانی صحبت کنم. میتونم در مورد ترکی مثل شات این دارک از آزی آزبورن صحبت میکنم که مثلا میگفت اصلا من یعنی انو نمیخونم، یا سلندیون در مورد مای هارت ویل گون، یا خیلی از فیلم سازها یا خیلی از تولید کننده ها، خیلی از برندها، خیلی از کسانی که توی مثلا گجت کار کردن، اینترویوهاش رو میبینیم، بایوگرافی میدن در مورد خودشون. همیشه یک چیزی توی اینها وجود داره که اینا اینجوری نبودن که واو ما سوپرمن بودیم، میدونستیم سوپرمنیم، پلای ترقی هم یه جوری میدویدیم خشتکمون جر میخورد، فقط وای میسیم شلوار عوض میکنیم دوباره بدویم. عموم این افراد وقتی صحبت میکنن میگن ما همون کوالیتی رو داشتیم که در رابطه با کارهای دیگه که تو زندگیمون میکردیم، تو کریر حرفه‌ایمون یا غیر انجام میدادیم، همون کوالیتی رو داشتیم. جای ما برد کردیم و جای ما مطرح شدیم که در زمان درست، مکان درست، چیز درستی رو به مخاطب ارائه دادیم که طبعش بوده، در اون لحظه اینو میپسندیده و اینو میخواسته. پس این نشون میده که اگر تو داری یه کاری انجام میدی و خودت فکر میکنی که اوکی من با تمام چالشاش کنار اومدم، سعی کردم کارمو حرفه‌ای انجام بدم و فکر میکنم که توی الگوریتمی که دارم کار میکنم تو مدیوم خوبی هستم، ولی اگر بازخورد نداره یا بازخوردش منفیه، حالا این میتونه بحث یوتیوب تو نباشه، اون برنامه که میسازی نباشه، هر کس دیگه ای، این لزوما ارتباط به این نداره که تو پور کوالیتی هستی، بلد نیستی. اگر یه کس دیگه مثلا یه کاری میکرده اینا، یعنی لزومی وجود نداره خودتو ببازی. ولی انگار ذهن انسان اولین دستوری که بهش میده که توی لوزری. قبل از اینکه یک نفر بهت بگه، انگار خودت با یک آینه مواجه میشی تو کارت، به خاطر اینکه خودت بیشتر از هر کس دیگه میدونی داری چیکار میکنی و بیشتر از هر کس دیگه خیلی خصمانه به خود شلاق میزنی و این باعث میشه که تو بگی اوکی من مال این کار نیستم. به جای اینکه مارکت رو، مخاطب رو در نظر بگیری، خودت رو فقط در نظر میگیری. این جاییه که آدما گیواب میکنن. برای مثالی که راجع به من زدی یا کاری که من کردم، من برای رسیدن به یکی از یه خواسته ای در کانالا این همه مسیر رو طی کردم. ولی اینکه چرا من این مسیر رو طی کردم میتونه خیلی علتش متفاوت باشه با علتی که یک نفر دیگه‌ای داره کارش انجام میده، یا علت گیواب کردن یا نکردن های ما توی کارهایی که داریم میکنیم. مثلا برای من یه مثالی برات بزنم راجع به من، الان که خیلی بیشتر در عین حال که اینجوری نیست میگم، ولی واقعا اینجوری هم هست پس ذهنم، میگم من لذت میبرم چیزهایی که دارم زیاد بشه. من دوست دارم تلاش بکنم برای اینکه کاری که میکنم بزرگتر و بهتر باشه، شرایطم بهتر بشه، حرفه‌ای‌تر بشه، اکویپمنت هم بیشتر باشه. ولی اگر همه چیز رو در یک لحظه از دست بدم، اصلا نمیشینم.
نمیدونم پس از این که از دست میدم چه کار میکنم، ولی میدونم حتی یک لحظه هم بهش فکر نمیکنم. تنها چیزی که بهش فکر میکنم مثبته. این همه چیزو میبینید آتیش گرفت، اینا رو همه رو من درست کردم. پس باز هم به خودم حس خوب میدم و میگم واو، من همچین هیستوری داشتم با خودم و میرم جلو برای شاید حتی یک کار جدید، یک حرکت جدید، یک فرم جدیدی از تلاش و کوشش. اولین چیزی که هر کسی باید از خودش دور بکنه اینه که نباید فکر بکنه که میگن طرف رفت خواستگاری دختر پادشاه، علیل ملیل بود، یه چشش هم چپ بود، قدش هم 1.50 بود. اومد گفت قضیه حله. گفتم چی شده؟ گفت من که راضیم. گفتم خب 50% دیگهش اون بر راضی باشه، تو که مهم نیستی. ما هم در مورد کارهایی که انجام میدیم فقط نباید خودمون رو ببینیم، باید ببینیم که طرف مخاطبمون هم دخیل در دیده شدن ما، پذیرفته شدن ما. خیلی اوقات من و تویی که داریم کار، شاید من و تو نه، تو نمیدونم، من خودم اینجوری نیستم، برام مهم نیست. من اگر یه کاری بکنم یه دونه ویو بگیره، همون وایب و همون پر روی رو دارم پشتش که اگر یه پستی میذارم 10 میلیون ویو گرفته، برام اینش فرقی نمیکنه. ولی بودن کسانی که کانتنت کریئتور بودن یا استریمر بودن، کسانی بودن که فعالیت میگفتن آقا مثلا ما ویو میاد روی زیر 10 دیگه، داره واقعا میرسه به 5-6 نفر، جرئت نداریم بگیم بچه‌ها کلا یه نفره، مثلا دیگه جرئت نمیکنیم بگیم، خودمون رو میبازیم و این باخت‌ها و این نوع برخورد با حادثه فقط مثل میمونه که تو روی آتیش آب بریزی و اونو خاموش نکن، بعد بیشتر گر بگیره. یعنی یک بدتر داری میکنی شرایط رو. 2 نکته وجود داره من فکر میکنم در اصل، من نمیدونم هر چیزی دیتیل داره، ولی اگر آدم یک فعالیتی رو انجام میده خودش متوجه میشه که توش خوب نیست، نباید با خودش چیت بکنه، نباید با خودش اینو بگه که نه حالا فلان میشه. باید متوجه بشه که چقدر طول عمرش، چند درصدش به کارش میاد. قرار نیست تو 60 سالگی بدوی که اگه همه خود فوتبالیست بشه، اگه نتونسته تا 20 سالگی خوب فوتبال بازی بکنه، پس فوتبالیست نخواهد شد. اینو باید متوجه بشه، این لاجیک انسانه. چون تو دیگه پیک سن پلی دادن فوتبال تاش 33-4 ساله دیگه. معدود آدمایی بودن تا 38 سالگی، اونم به خاطر اینکه اسم و رسم داشتن و بحث‌های بیزینسیش و اینا بوده، ولی یارو نمیتونست بدوه. همین علی دایی دیگه اواخر میده شیکم و اینا زده بود بیرون و نمی‌تونی کار میتونست بکنه. پس اون بازدهی تو محدوده واسه انجام دادن یک کار، فعالیت. اینو باید بپذیری. اگر توی کاری خوب نیستی، اگر داری نوازندگی میکنی، قرار نیست فیلم سوپر باشه زندگیت، یک شبه تو بگی واو. اونی که خوبه خودش پرورش میده، بهتر میکنه و سریع از سرا در میاد. این بحث تکنیک کاره، تکنیکلی کاره، آچار توی دستته. اینو باید با خود رو راست باشی. ولی اگر واقعا میبینی خوبی، اتفاقا باید هر لحظه به زندگی لبخند بزنی، به خاطر اینکه تو قراره بالاخره، مثل دیدی یه دونه لیوان میذارن تو پرت میکنن 100 تا، کار تو درسته، تو داری اونو تخمین میزنی، به سمتش داری پرت میکنی، باید خوشحال باشی، چون بالاخره یک روز توه، عین شانس میمونه. مثال توپت خیلی قشنگ بود. آره، با استمرار داشتن بالاخره لاجیکت بهت میگه که یک روز این پازل تو هم حل خواهد شد، یک روز تو هم توپت به هدف خواهد خورد، به خاطر اینکه ابزارشو داری. این خیلی مهمه. اون ابزار همون تکنیک است، همون اینه که تو مال کاری هستی یا نیستی. اینو خودت میتونی متوجه بشی که آقا من مال این کار هستم یا نیستم. اگر هستم، اگر نقاش خوبی هستم، اگر سفالگر خوبی هستم، اگر مهندس خوبی هستم، هر چیزی، گوینده، غیر ذالک، تو قرار نیستش که زندگی تو فیلم سوپر بدونی. باید اجازه بدی که بین میلیاردها انسان که دارن زندگی میکنن جا و فضا برات واز بشه. یک جا هستش که یک سری افراد در لحظه اول قرعه به نامشون خورده، شاید اگر 1 دقیقه تعلل میکردن باید 10 سال دیگه صبر میکردن تا دیده بشن، که اونا ممکنه این حس بهشون دست بده که وای ما چه خفنیم، که اصلا این شکلی نیست دوستان، اصلا این شکلی نیستش.
و یک سری افراد هستن که قطع میکنن. اگر تو فعالیت که داری میکنی، بیزینس که داری انجام میدی، قطع بکنی خیلی ترسناکه. وقتی که استمرار داری رو کاری که ازش مطمئنی، ترسناک نیست. ممکنه اگزاستت و خسته کننده باشه ولی ترسناک نیست، دقت اگه بکنی. ولی اگر تخصصتو ول بکنی وسط کار، خیلی زندگی ریسکی و ترسناک تر از اونیه که تلاش داری میکنی. و ترجیح منطقی من اینه که هیچ موقع گیواب نکنم رو چیزی که احساس میکنم شانسی دارم براش. خیلی قشنگ گفتی. یعنی واقعا اصلا نمیدونم، چون من واقعا نمیدونم چی میخوای جواب بدی. امروز گی تو امروز هر چی میگی، امروز زردم پوشیدی، امروز روز گیش، هر چی میگم ازم تشویق میکنه. من اصلا چیکار کنی با اون بعدش؟ امروز سوال گیه. خیلی من هر روز گیم اولا. امروز زوم کردم رو تو میتونی بگی. آره امروز برام سیخ کرده. النا میگه تو گی ترین استریت من دنیایی. تریدمن میگه یعنی میگه فقط یه دونه سلولت مونده بود که دیگه گی باشه میشدی گی. یعنی فقط روی مرز گی نشدی. من فکر میکنم اگه تو گی هم بودی پاهای النا رو میدیدی تغییر همیشه تو عوض میکردی. یعنی اگه زن هم بودی خودتو مرد میکردی که بتونی با خیال راحت. خدا دارم بهت میگم فکر کن این زن تو چشم من هیچ ایرادی نداره، یه دونه انگشتش مشکل داشت. من گفتم چی میشه این درست میشه، رفت دکتر نتونست کاری بکنه. بعد گفتم شانس ما ناکنه، میری دکتر همه خوب میشن، مامانشو ناخونش بود. آره بعد خودش خوب شد. رو بچه مردم داره ایراد میذاره، انگشتش سالمه. بعد خود انگشتایی که اون داره، دکتر بهش گفته بود که میتونی بیای انگشتتو ناخونشو بکشیم بعد 50% درست در میاد و یا 50% دوباره همین ریختی در میاد. بعد النا گفت من میرم بکشم. گفتم نه بابا میخوام اینقدر درد بکشی که چیز نمیخواد، 50% احتمال خوبی نیست نمیخوام. و خودش صاف شد، نه درد کشید. اصلا حالت خوبه امروز، دارم میبینم حالت خوبه. حالا وسط بدبختی مردم برنامه انگیزشی پای زنین اومده وسط آقا ناخونه الن. ولی به خدا بچه ریلکس بشین. یه وقت کسی بهتون تیکه میندازه شوخی باتون میکنه، همین مثلا راجع به زنت، مامانت، بابات، دخترت فلان، ناراحت نشین. به خدا 90% آدما وقتی چیزی میگن روی خنده و شوخی و بامزگی و پدرسوختگی میگن. 10% که میخواد واقعا به جزونت تو ازت تنفر داره بدی میگه که اون 10 نفر هم یا وسط دعواست یا تو داد و بیداد یا یارو 50 بار همدیگه رو مثلا هیت کردین. همین میدونی اون 10% کیان. یکی هم شناخت دو طرف هست. مثلا من با تو شوخی میکنم، اصلا هرچی، اصلا نمیخوام بگم شوخی، من اینو میگم یا تو اونو میگی، من میدونم کی داره میگه و برام دلپذیره. یعنی عامل خنده خود چی میگن اون چی بهش میگن نمیدونم، از کلمه نمیدونم، خیلی حس خوبی بهم میده. اتفاقا داریم میگیم و میخندیم. منم این داستان شوخی رو فقط با رضا دارم، یعنی اینجوری نیستش که مثلا آره هر رفیق من که میاد داره میگه آخ جون النا رو ببینم. این داستانی که من با رضا دارم من اصلا اینو نمیگم، اینو داره میکنه تو پاچه من. یعنی از 30 تا الان صحنه که پخش کنیم که یه چیزی راجع زنش میگی تو همین ویدیو. کی برای من صدا فرستاد تو آی مسیج داری لیست میزنی پای زن؟ من که تو میفرستی تای آخرش گفتم ایوا اشتباهی دستم خورده دارم ضبط میکنم. صوت دعا بذارم دستم اشتباهی خورده، من اشتباه کردم، تو بعد اونو بذاری رینگتون من ولی در کل میگم این تفاوت بین دوست و دشمن ولی باید رعایت بشه، که چون شخصیت آدم‌ها جایگاهشون رو همین چیزا شکل میده. یعنی تو برنامه اولی هم که باهات گرفتم فکر کنم اول دوم بود، فکر میکنم با هم گرفتیم. یه بار بشینیم برنامه اول رو با هم نگاه کنیم. نه واقعا بیا این کار نه. اگه این کارو بکنیم منم مثل اون آدمایی میشم که ول میکنن میرن. من یه بار ببینم دارم چی میگم ول میکنم میرن. دوستان لازمه داریم. آره اگه این کارو با هم بکنیم من فردا مثلا میرفتم شاگرد میکانیک اینا شدم. هم ذهنم گفته فرار کن از این، تو سگ باید بری بمیری. یعنی چه چیزی بهم دست بده. اول دومی ویدیویی که من کار کردیم گفتی من فقط به تو میدم اجازه رو دادم که این کارو بکنی. بعد من تو خودم که مثلا چیز هستم
واقعا جنبه فان داره. یعنی مثلا من در حد جنبه فان داره و واقعا فانه که شاید مثلا یه روزی برم پیش سوال یا هر چیزی همدیگه رو ببینیم، ویدیو فان درست بکنیم، چه میدونم من این اسپرای از خامه میاد بیرون ازش، کرم نمیدونم چیه، مثلا بمانم رو کفشم بودو ببینمت کیفم ول کنم تو سینه تو بری عقب بپرم رو کفش زنه دندونم بشکنه. فان that's fun. و این واقعا چیز فانه. ولی یه جا هستش که شما یک نفر پیشتون فان نیست، اون قضیه فرق میکنه. و بین من و سهیلم اتفاقی که داره اینجا میفته، اگر فکر بکنیم که چیزی جز فان بوده، ببخشید که نیستیم که. حداقل میتونم بگم سهیل که نیستش که نه من نونشو میدم نه آبشو میدم. پس این فان بین ماست. ولی شما سریع فکر میکنید ما داریم پای مامان شما یا زن شما رو میخوریم، چی میگن همزاد پنداری میکنید، میگید اوه من بعضی موقع شرابر میگم نیستی تو اصلا. مثلا یا اعلان میاد بیرون میگم کفش های هیلز بپوش، بعد میگه امشب خستم، میگم اصلا همون لیاقت رضاست. اصلا من زیر پولم مثلا اون لحظه داری حرفو میزنی یه جای دیگه دنیا دارم چون میدم. آره همین بحثاتم با مامانت درست کردی. هر موقع ما اون خانوادگی اینجوریه. یعنی مامانش هم روز من دید، من گفتم وای چه خانمی شما راه میرید زمین میلرزه، مثلا چه خانم استوار مثلا استخوندار. اون موقع میگه این خواستگار منه، خاک به سرم، مزاحم ما نشه. میگم خانم من اصلا چیکاری ندارم. از اونان که شما از اونایی که مثلا یه پسر ببینید مثلا حالا ما که چه میدونم ما که در به داغون مامانتون یه نفر آدم حسابی ببینه مهندس چیزی میگه این تو دختر منو خواستگاری کردی، مأمور میاره عقدشون میکنم. حالا اصلا بهش بگم امروز نتونستم بابا ببرم دکتر به خاطر اینکه با تو بودم، میگه ببین باز هیچ ناموسیش اگه نکرد قضیه. خلاصه که این قضیه از اینجا هستش که لذتی که در شوخی‌های عجیب و غریب بین دو تا دوست است تو حالت عادی تو تیپیکال با همه هست دیگه. سلام خوب هستین، قربون شما، مرسی، ممنون. اگه چیز دیگه بگی میگن دیوانه است، یا سرویس بهت نمیدن، یا مثلا دعوات میشه. اوکی. ولی وقتی با دوستت نشستی این کارو میکنی، این کنتراست شدید اوج جذابیت و فان و خنده است، باعث خنده میشه، باعث هیچ چیز دیگه ای نمیشه. مثلا اون سری اومدی برنامه رو شروع کردید، اینجا تیشرت زده مادر رضا، اصلا پشمام ریخته بود، دور تیشرتش رفته بود چاپ کرده مادر رضا. نم چیکار کرد؟ کپی چی خورد؟ مادر رایت خورد تو یوتیوب. واکس حقوق مادران بود. حالا برای وقتی اینو نگاه میکنم و در فکر میکنم که نه شما دو تا چون بی تربیتین و آدمای احمقی هستین اینطورین به جونش همه تو قسم. منم آدم مثل تو آدم با شور و فلانی بودم، غیرتی بودم و کسی میمونم. شما برادر علیرضا جی جی امیرحسین عشق دوست قدیمی، یکی از قدیمی ترین دوستای زندگیمه. اون منو آدم کرد. توی فیلم نشسته بودیم، توی خانوم فاحشه نشون داد، گفتم امیرحسین اگه مامانت فاحشه بود چیکار می‌کردی؟ بعد فکر کنم نابودش کردم. الان مثلا گریه میکنه. گفت چیکار می‌کردم؟ میومدم خونه کارم، غذامو می‌خوردم، میرفتم بیرون، همین بودم. چیکار می‌کردم؟ به من چیکار میکنم؟ مال مستین گیتاریست معروف همینجوری. بعد من اصلا نمی‌تونم باور کنم که یه آدم میتونه همچین نظرش باشه. بعد توی اتاق نشستیم با هم داریم تخمه می‌خوریم. گفتم مغز من چه فسادیه، مغز این چه ریلکس و خوشحال و باغ گله. من همون روز سویت شدم. مامانم و خواهر همه رو فروختم به رضا. گفتم آقا همش شوخیه، هر کی ما گفت فلان نه، گفتم اوکی اگه میتونی ترتیبش بدی. بعد یه چیزی داره، اونایی که یه سریا میان گیر میدن. یه چیزی فریدون فرخزاد یه برنامه داشتم، چی میخک نقره چی بود، میگفتش که من میومدم این شورو اینا رو میبودم دستاشون رو بوس میکردم، مردا تو خونه تلویزیون رو میشکوندم، به من میگفتن بیناموس. قضیه نبود که من بیناموسم و این کارا، اونا نمیتونستن این کارو بکنن، قاطی میکردن، یه چیزی به من میچسبوندن. قضیه من و تو هم اینه که الان مثلا یه نفر میخواد، بعضی وقت به من پیام میدن توی دایرکت نمیکنم رضا جون خیلی دوستت داریم، مخلصیم، تو رو خدا به من نگو مادرتو. خودش به خودش میگفت زودتر. یعنی یک جوری انقدر مثلا ضعف دارن روی این قضیه، مثلا نمیخوام باز بکنم ولی این ضعفه. اینی نیستش که مثلا ما بیادب و اگه ما مثلا خر بودیم که حداقل همین چوس جایگاهی که داریم هم نداشتیم و احمق نیستیم. فکر نکن بود احمق طرف هستی، نه، شاید از شما هم شاید از بعضی ها هم زرنگ‌تر باشیم یا حالا نباشیم، یا منظوری که
خوشحال نیستیم، نرمالیم دیگه، داریم کار انجام میدیم، جا نشستیم داریم حرف میزنیم. این آقا که بیزنسمن موفقی هم هست و زن به اون خوشگلی اون خونه رو هم نگاه کن، طبیعی درخت رو نگاه کنیم پشت پول اموال ما تو دعاتمون پول اون درخت هم نمیشه. پس یارو موجهه دیگه. اینی که تو نمیتونی بپذیری ما مثلا به میگم جون خارت و تو احساس میکنی یکی رفته تو خارت، اگه به من بگن چی شب میری خودت ساتوری میکنی، اون یه بحث دیگه است. این دوتا با هم خیلی من فرق. موافقم. زندگی خود ساده‌تر بگیرین. ویدیو قبلی من رو رضای نگاه کنین راجع به همین مغز و خوشحالی مغز. این مغز لازم داره خوشحال باشه. سعی کنین همدیگه رو خوشحال کنین. عالی بود، حتما ببینید ویدیو رو، 2 تا ویدیو ببینید. دمتون گرم آقا. مرسی رضا، واقعا مرسی وقتتو گذاشتی. میدونم مسافرت اومدی. دمت گرم. love you. دم همتون گرم. دمت گرم. مرسی تا دیداری دیگر. بدرود.